در شهر دوشنبه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به پایان رسید. بدون نام بردن از کدام کشور اعضای این سازمان یعنی چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان بنیاد سپر ضد موشکی را تهدید به امنیت سراسری عنوان دادند. ایالات متحده آمریکا نقشه دارد که یک سپر ضد موشکی بنیاد نماید. در پاکستان باز یک حادثه سرایت بیماری پولیومیلیت به قید گرفته شد. همین طریق سال روان در این کشور 146 کس گرفتار پولیومیلیت شدند. مرکز سرایت این بیماری منطقه قبیله ها می باشد و حادثه اخیر نیز در همانجا به قید گرفته شد. طالبان سلاح به دست برنامه واکسیناسیون را دسیسه جاسوسان غربی نامیده چندین طبیب و مسئولان امگذرانی ضد پولیومیلیت را به هلاکت رساندند. ساکنان شهر فلوجه عراق زیان از حمله هوایی نیروهای حکومتی را تحقیق دارند. خادمان شفاخانه محلی میگویند در حمله 11 سپتامبر کمش 15 نفر کشته شدند. سر از ماه ینور فلوجه تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد. در الماتای قزاقستان فعالان جنبش‌های مخالف حکومت در نزد قبر آلتینبک سرسنبایف مراسم زادروز او را گذرانیدند. این رهبر مخالفین قزاق و دو همراهش سال 2006 در کنار الماتا به قتل رسیدند. مقامات قزاقستان راحت علیف، آن زمان داماد پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف را فرمایشگری کشتار مینامند. فعلا علیف در هجرت به سر میبرد. روز پنجشنبه در تاتارستان جشنواره بین المللی فیلم های اسلامی به انجام رسید. داوران فیلم کارگردان خوروات ارسن انتون اوستایچ را به جایزه اول پیشبری کردند. فیلم او راه حلیمه عنوان داشته قصه یک خانم از بوسنیا است که در جستجوی دریافت جسد پسرش می باشد که در سالهای 90 قرن گذشته در جنگ‌های بوسنیا به هلاکت رسیده است.